وسایل لازم برای ساخت فرز انگشتی یا دریل دستی: یه دونه آرمیچر 12 ولت هست، 3500 دور در دقیقه. یه دونه فیش مادگی، 3 نظام. شفتم 5 هست ولی 3 نظامم 3 هست. برای تبدیل 3 به 5 این تبدیل رو گرفتم. یه دونه کلید برای قطع و وصل، 2 تا فیش برای تبدیل، یه دونه هم لوله پولیکا. خب اول اندازه میزنیم که لوله‌مون رو ببریم چند اندازه لوله میخوایم. اندازه تا فیشاش 7.5 هست. ما برای اندازه کلیدش و اینا 8.5 میگیریم. خب لوله‌مون اندازه آرمیچر بریدیم. حالا باید اندازه سر و ته اینجا رو که بتونیم ببندیم از لوله‌مون اندازه میزنیم. قطر اینو بگیریم 4.5. 4.5 1 سانت از این ور لبه داشته باشه، نیم سانت از این ور لبه داشته باشه، نیم سانت هم از این ور، 5.5. 2 تا 6 سانت میبریم که برای سر و ته کارمون رو بتونیم برگردیم. وقتی که بریدیم از وسط هم میبریم که بتونیم بهش حرارت بدیم و بتونیم 2 تا کار قشنگ در بیاریم. حالا اینجوری لوله‌مون رو صاف کنیم. 5 سانت و نیم اندازه میزنیم. دو تا گردی به اندازه 5 سانت و نیم برای سر و ته دریلمون میبریم. مرکز کارمون رو به اندازه شفت آرمیچر که 5 هست سوراخ میکنیم. دو تا گردی هایی که بریدیم به اندازه سر و ته استوانمون حالت میدیم. جای پیچاشو علامت میزنیم برای سوراخ کردن. جای سوراخاشو در میاریم. جای سوراخایی که این قرار بگیره رو آرمیچر علامت میزنیم و سوراخاشو در میاریم.
جای فنمون رو در میاریم. جای فن رو در میاریم دور تا دورش. آرمیچه رو پیچ میکنیم به بدنه. فیشمون رو جا میزنیم. جای کلیدمون رو سوراخ کردیم. کلید رو جا میزنیم. دیگه سیمو به پایه کلید لحیم میکنیم. و از پایه دیگه کلید مستقیم میدیم به آرمیچر. جوسه رو فیش میزنیم. فیشا رو میزنیم جا. تبدیل سه نظام رو میزنیم و سه نظام میزنیم جا و امتحانش میکنیم. یه مقطع میذاریم. یه مقطع میذاریم و تستش میکنیم.